پیشنهاد عجیب و باور نکردنی لیلا خان، هنرمند پاکستانی که اصلا باورتان نمی شود، برای جاوید شریف و جواب جاوید شریف برای این هنرمند پاکستانی دلیل سرودن آهنگ‌های پشتوی دوگانه جاوید شریف با لیلا خان هنرمند پاکستانی چی بوده است و درآمد آنچنانی جاوید شریف از سرودن این آهنگ‌ها. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. جاوید شریف، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از هنرمندان عاشقان اخوان در میان هنرمندان افغانستان بوده است. صدا و سیمای جاوید شریف در ذهن‌های مردم افغانستان بوده است و همیشه تنین انداز خوشی در محافل خوشی مردم افغانستان بوده است. جاوید شریف آهنگ‌های دوگانه فراوانی با هنرمندان سرشناس افغان و تاجیکستان سروده است و آهنگ دوگانه جاوید شریف با شبنم ثریا، مدینه اقنظرو و آریانا سعید بازدید بیش از 10 میلیون بار در یوتیوب را از آن خود کرده است. جاوید شریف علاقه فراوانی به سرودن آهنگ‌های عاشقانه دارد و یک مثال برای دوزاران صدایش در روز عاشقان آهنگ عاشقانه تقدیم می‌کند. جدیداً جاوید شریف و پیشنهاد تلویزیون جهانی فضا و باربود موزیک آهنگ‌های دوگانه با لیلا خان، یکی از هنرمندان پاکستانی سروده است که مورد حمایت و استقبال گرمی قرار نگرفته است، ولی این هنرمند پاکستانی برای جاوید شریف پیشنهاد سرودن چندین آهنگ عاشقانه دیگر داده است، ولی جاوید شریف این بار پیشنهادهای لیلا خان را نپذیرفته است و دیگر نمی‌خواهد کار هنری مشترکی با هنرمندان پاکستانی داشته باشد. ولی لیلا خان همیشه آرزو دارد با هنرمندان افغانی آهنگ‌های بسراید، ولی هر هنرمند خودش می‌داند و تصمیمات هنریش. ما در انتظار نشر تازه‌ترین آهنگ‌های جاوید شریف خواهیم بود. عزیزان و همراهانم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه ذات لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر، همه شما خوبان را به لای منان سپرده موفق کامیاب باشید.